من این خاطر خودم رو براتون تعریف کردم یا احساس میکنم تعریف کردم. من پشت پیسی بودم با بچه ها، با امیر رایت و علی بسری و اینا داشتیم تو دیسکورد یا تو تیم اسپیک داشتیم حرف میزدیم. بعد صدای ترکیدن اومد، صدای ترکیدن. گفتم وای بچه زدن. گفتن چی؟ گفتم همین بغل خیلی نزدیک بود. گفتن اونا هم شنیدن. گفتن صدا چی بود؟ گفتم زدن. یه ذره یه بازی کردم و اینا. گفتم من برم بچه‌ها تو آشپزخونه الان میام. رفتم تو آشپزخونه که چی؟ که کنسروی که گذاشته بودم آب پز بشه، یعنی 20 دقیقه جوش بخوره رو بردارم بخورم، کنسرو عدسی. رفتم تو آشپزخونه دیدم سقف و گاز و یخچال و همه جا شده بود عدسی، داشت میچکید پایین. بعد به اینا گفتم آقا اون صدای بود. گفت خب اون صدای کنسرو عدسی بوده.